به نام خدا. سلام، به کانال فیلمسری خوش آمدید. سریال جامیونگو محصول کشور کره جنوبی و در سال 2009 تولید شد. در این سریال بازیگرانی چون جونگ کیونگ هو در نقش هودونگ، جونگ ریوون در نقش جامیونگو، وون سونگون در نقش فرمانروا تموشین و پارک مین یونگ در نقش لاهی بازی کردند. خط داستانی سریال در واقع ادامه سرزمین بادها می باشد و دوران حکومت موهیول را نشان می دهد. اما تمرکز سریال بیشتر روی هودونگ پسر موهیول هست. داستان از این قراره که کشور گوگوریو میخواد ناکرانگ رو که همسایش هست و بسیار حاصلخیز و سرسبز هست رو تصرف کنه و هودونگ توی این مسیر قرار میگیره. نقش اصلی سریال رو جامیونگو بر عهده داره که دختر پادشاه ناکرانگه و یه خواهر به اسم لاهی داره. این دو خواهر هر دو عاشق هودونگ میشن و هودونگ هم در واقع عاشق جامیونگه، اما لاهی رو هم دوست داره. در واقع یک مثلث عشقی میان هودونگ و لاهی و جامیونگ شکل میگیره و این سه نفر در مرکز داستان سریال هستن. این سریال 39 قسمت داره که در ابتدا قرار بود در 50 قسمت ساخته بشه، اما با دلیل اینکه استقبال زیادی نشد به این قسمت کاهش یافت و هر قسمت حدود 65 الی 70 دقیقه هست. داستان عشق هودونگ و شاهزاده خانم لاهی از ناکرانگ رو کره ها افسانه میدونن. داستان دقیق تر از این قراره که گوگوریو که به ناکرانگ حمله میکنه شکست میخوره، چون یک طبل مقدس در ناکرانگ وجود داره که از پوست گاو درست شده که هر وقت دشمنها به مرز ناکرانگ حمله میکنن اون طبل شروع به زدن میکنه و همه سربازهای دشمن نابود میشن و همین مانع پیروزی گوگوریو و فتح ناکرانگ میشده. در این میان هودونگ برای اینکه افتخار به دست بیاره و جانشینی خودش رو تثبیت کنه میخواد ناکرانگ رو تسخیر کنه. به همین خاطر لاهی رو با استفاده از عشقش فریب میده تا اون طبل رو پاره کنه تا بتونن ناکرانگ رو تصرف کنن. بیش از این داستان رو اسپویل نمی کنم. بهتر سریال رو تماشا کنید. سریال بسیار خوش ساختیه. مطمئنم لذت میبرید. با امید دیدار. برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال فیلمسری رو سابسکرایب کنید.